خب حالا اینم برداشتیم و روی این تخت یکم مرتب شد. حالا بریم که چیکار کنیم به نظرتون؟ یه کاری تو ذهنم مونده، بریم اینا هم روشن کنم نشونتون بدم. این عزیز رو نشونتون بدم و روشنش کنم. خب این که اصلا سراغ پیدا نکردم روشن کنم، اما اونی که اون بالا بود اینجاست. خب اینم از این که خیلی خفنه، تقریبا همه رنگ هم مثل اون براش بارگذاری شده و آماده است. حالا میتونیم بردار بیاریم و براتون بزنم داخلش رنگ های مختلف. حالا اگه بخوام میتونم آموزش ساخت این رو بذارم، خیلی خوشگل و خفنه، جنسش هم کلن چوبه. این دیگه قشنگترین رنگش بود به نظر. خب بریم چراغ رو روشن کنیم. تمام شد. ایشون هم که دیگه برق بکشیم و خب ببینید، واقعا میدونم کیفیت ویدیو افتضاح بود. فیلم بردار اصلا خودم تنها بودم تو خونه، هیچی نبود. بعد بخوام بهتون بگم که کیفیت صدا و دوربین رو واقعا میدونم چه افتضاحیه. لطفا شما با بزرگی خودتون ببخشید، ساب کنید که بتونیم انشالله اینجا رو که کلا گفتم دیگه برنامه براش دارم، این تخته رو کلا بردارم، با این وسایل این پشت نور بندازیم، فیلم برداری کنیم، حتی یه میکروفون بخریم که بتونیم صدا رو بهتر ضبط کنیم. و فقط این کار رو با کمک شما اتفاق میفته، با ساب کردن شما که بتونم واقعا این کار رو انجام بدم. این پارت افتضاح بود میدونم، باز میگم معذرت خواهی میکنم، کیفیت این ویدیو واقعا پایین بود. هیچی دیگه، دوربین خوب نبود، میکروفون خوبم نبود، خودم هم با دست خودم یه دستی، اون یکی دستم دارم فیلم میگیرم، هیچی. ولی اینکه قول بهتون میدم اینجا جای خیلی خفن میکنیم و فقط به کمک شماها و ساب کردن شماها نیاز دارم. دمتون گرم که وقت خودتون در اختیار من قرار دادید، ویدیو دیدید و واقعا خلاصه کردم ازتون تشکر میکنم و تا همین جاشم به کمک شماها به 340 ساب رسیدم. واقعا ممنونم، دمتون گرم، خداحافظ.